ما را تنها گذارید. در تعجب شده از مادرم تو را پرسان شدم که بودنی پدرم را دانستن خواستم. در بارت با من چیزهای نقل کردن که شرم می‌دارم با تو بر این پدر روبرو شوم. تو چه خیل جرأت کردی که با این خیل کار دست زنی؟ چه خیل رویت شد که نبیرت را دزدیده پسرت را تهدید کنی؟ با تو چی کاری بد کردم؟ من پسرت را ندزدیدم، اما اگر خواهی او را یک جای پیدا میکنیم. در روبرویم ایستاده دروغ میگویی، شرمت نمیآید؟ و من باور نکردنت را میدانم، اما من پسرت را ندزدیدم. من تنها به تو کمک کردن میخواهم. اگر با من کار کردن خواهی هم پسرت را پیدا میکنیم، هم از نفت فایده به دست میارم گفتن میخواهی؟ با تو همراه شده انسانهای بیگناه را مثل مغز نیست کنیم. چقدر عائله ها را کشتن نیست کردی و ذره هم پشیمان نیستی. تو مرا نمیشناسی طاهر. من هیچ کس را نکشتم و کشتنی هم نیستم. البته تو نمیکشی، خیلی سگانه بیرحم داری. آنها با جای تو همه کار را میکنند. ناحقی میکنی. این ساعت را میبینی؟ این را مادرت گرفته بود. زلال، دختر آقا زلال. مادام که این ساعت با من باشد، دان که تا حال شما را فراموش نکردم. اگر ساعت با من باشد، من تا حال همون سلیمانم. چهره هم عوض شده باشد. برای چه به این کارهای دهشتناک دست زدی؟ برای شما را نجات دادن به همه کار دست دادم. وظیفه هم را اجرا کردم. چی کار کردم؟ برادرم بابام به خودکشی کرد. اپهم باشد خیر خواهی کرده رفت، دیگر پس نگشت. اگر من هم مثل آنها می بودم به سری ما بدبختی می آمد. برای تو را نجات دادن میدانی سردی راهی چه ها را گرفتم. اکنون تو مرا گوش کن، با من کار کن. تمامی زندگی دیگر خواهد شد. پسرم را با من برگردان. قرمزی چقدر یک راه بوده ای. پسرت در دست من نیست میگویم، باور نمیکنی. و تو کمک کردن میخواهم، باور کن. اکنون مرا خوب گوش کن. آن حجتی در دست داشته را به تلویزیون یا روزنامه و مجله دهی. برای نجات پسرت کمک نمیرسانم. به کشتاری و کاردار نیستم. مرا فهمیدی؟ اگر به پسرم دست رسانی یا اینکه ذره ضرر رسد، آن حجت را با دست خودم به تلویزیون برده میدهم. پسرم را به شما نمیگذارم. دیگر هیچ چیز نگفت یلماز؟ نه دلا، پسرم زنده است گفت. بعد زنگ میزنم گفت و تلفن را خاموش کرد. زنگ رفت. دلا با تو چه خیل گویم، چه خیل فهمونم. جسدها را از بیمارخانه گرفته میبرند. این برای ما فرصت خوب خواهد شد. پگاه به تو یک وظیفه، تمامی محله را به جنازه دعوت کن. اگر کسی اشتراک کرده نمیتوانم گوید روز سفیدش را سیاه کن. ما را فهمیدی؟
فهمیدم وطن سردار. نگران نشوید. چی شد تو خودت رو به دست گرفت؟ از ذکر خودت رو خورده تمام کردی. خدا را شکر گو که زنده بوده است. اقلا زنده بودنش رو میدونی؟ بله انشاءالله ابراهیم خوب است. شکر که زنده است. همین خیلی نگاه یکون چیز گو خیر. بله خوب است خوب. راست میگوید. آخر دل و جگرم میسوزد. خودم را داشتن نمیتوانم. شاید دروغ گفتم. دیلا آخر یلماز تو با من راست گفتی که پسرم زنده است. راست است دیلا. پسرمون زنده است. طاهر پسرمون در کجاست؟ تا حال در دستی آنهاست. تو چی ها میگویی طاهر؟ زنده است گفته بودی طاهر؟ پیش از آن حادثه چتین آمده برده است را. شاید ابراهیم پالتوی تنش را به او داده است. شرطنامه چی شد؟ آن حجت ها را داده پسرمان رو گیری؟ شرطنامه کردن نمیخواهد. حتی دزدیدن پسر را به کلا نمیگیرد. فقط یک چی میگوید: اگر زنده بودن ابراهیم را خواهی آن حجت را پنهان کن. حال پسرم چی میشود؟ دیلا حالم بد شد. دیلا بخود خودت را به دست بگیر. خیزبان یک پیلا آب بیار. زودتر پسرم ابراهیم بخود بیا. آرام باش خواهش میکنم. خودم رو به دست پسرم التجا میکنم دیلا. ابراهیم پسرکم. من هم مثل تو او را یاد کردم، اما حاضر از دست من هیچ چیز نمیکنم. ما باید صبر داشته باشیم. پسرکم شد انا آب رو گیرید. شد خدایا ماما کمک کن. پسرم ابراهیم در کجایی پسرم؟ در کجایی؟ کی میداند در دستی کی؟ التجا میکنم مرا به دستش بره. پسرم ابراهیم. دیلا التجا میکنم. اگر او را از دست میدادیم وضعیت دیگر خیلی میشد، اما حدی اقل در حیات بودنش را میدونیم. هیچ نباشد اینم یک خبری خوب است. برای چی سری وقت به آنها آن حجتا را ندادی؟ اگر میدادی حالا پسرم در نزدمان میبود. دیلا پسرکم دیگر بندم. پسرکم خدایا با من رحم کن. با تو خواب میدیم که او را پیدا میکنم. پسرم را پیدا میکنم. اما از برای سبب تو همراه هم باش. تو اگر در برم نباشی من هیچ کار کردن نمیتوانم دیلا.
پسرم رو پیدا کن. الو مانشیر، یک آمادگی دیگر است. سحر در وقتی برآوردن جسدها حادثه رخ می‌دهد. یا خدایا، این رو تخمین کرده بودم. چی شد طاهر؟ گروه تروریستان پگاه در وقتی برآوردن جسدها عملیات آماده نمودند. چیها میگوید که دکتر؟ میبخشید رئیس. کی تو آموخته میشوی؟ باید کاری کرده صد راه برآوردن مرده ها شده اندازیم. یعنی مرده ها رو نمیدهند؟ این خطرناک نیست مگر طاهر؟ البته، اما جسدها در بیمارخانه نشوند یگان حادثه نمیشود. یعنی چی؟ میرویم ملدان. همه مرده ها را همیشه بعد همین بریم. تا صبح تمام کرده باشیم. میرویم. رفتیم. دقت. به خیش تباران مرده ها، آدمانی که در حادثه گذشته جان دادند، به دهه‌شان همیشه برده رسانده شدند. جنازه‌هایشان در دهه بعد نماز پیشی خوانده می‌شود. شب همه جسدها را به دهه‌هایشان برده رساندند. معلوم است این کاری کیست. این آدم خیلی زیرک است. پروا نکن. نیست کردن کاری دیگر است. او برای آبادی کوشش کند. ما برای نابود کردن راه‌های دیگر پیدا میکنیم. امروز به شهرک از خارج ژورنالیستان می آیند. با لباسی سربازی آنها را خوب پیشواز می گیریم. با آنها نشان می دهیم که با خلق اسکران چطور مناسبت می کنند. یک نمایش بهترین را نشان می دهیم که در تمام دنیا این نمایش را تماشا کنند. همان وقت این نمایش را روی چشم بیارند. این نمایش اولین حرکتی ما خواهد. بعدم میدانی چیکار باید کرد. به من گوش کن. این کاری خارجیان برای ما خیلی مهم است. از همین کار شروع کرده تمام دنیا را با خبر کردن است. تو رو خداوند با من روبرو کرد. نمیدونم تو نمیبودی حالا من چیکار میکردم. لیلا خوب هستی؟ ساعت چند است؟ لیلا چکیر؟ منم. خواهر همدردی مرا قبول کن. جسدهای عائله‌تان تا حال در سردخانه می باشد. اگر شما راضی باشید یگان نفر آنها را به جای شما برده گوراند. گورونید. در زنده بودنشون آنها را صاحبی کردن نتوانستند. از دست من هیچ چیز نمی آید. من پول ندارم. مایلش. ببخش. من کمی کار دارم. تا اومدنی من همینجا مان. در حال برمیگردم. ایستو. با کجا می روی؟ من حاضر می روم. همینش نمی رسید. جسدها رو من میگیرم. اما کمی به من وقت لازم است. تو با آنها کی میشوی؟ هیچ کس نمیشوم. پدر و مادر دوستم. اما برادر عذر زیاد. من آنها را به شما داده نمیتوانم. رئیس ناحیه امر داده است. جسدها را تنها صاحبانشان میگیرند. گوش کنید. نادرست نفهمید. من دروغ نمیگویم. رئیس ناحیه مرا میداند. شما کمی صبر کنید. جسدها را حالا نگرانید. من رفته از رئیس اجازت میگیرم. مایلش زود رفته بیا. من زیاد انتظار شده نمیتوانم. مایلش. خوبم بچه‌ها. شما چی خیرت بچه‌ها؟ چرا اینقدر خوشحالید؟ آقای رئیس میگویم که شما با ما میدانچه ورزشی میسازید. راست است؟ بله درست است. شما این راست کجا فهمیدید؟
برای شما آقای رئیس. کن اینجا بیا. اینجا بیا. تو نام آماده ای؟ نام تو چیست؟ ابراهیم. شما را خیلی دوست می‌دارم. گیرید بچه ها. گیرید. باقی ماندهش رو بر رفیقانتون تقسیم کنید. عذر میخوام از شما برادران، کمی دیر مانده. مرحمت شینید. دیروز شب یک خبر آمد. دسته تروریستان میخوان از وضعیت ما استفاده برده عملیاتی به انجام رسونند. اما ما این خبر رو شنیدیم، پس جسدها را شب به دههشان برده رساندیم و نقشه تروریستان را بیکار کردیم. یک خبری نو شنیدیم رئیس. گروهی از ژورنالیستان خارجی برای معلومات گرفتن به ناحیه امون میآیند. خارجی ها بالای همه این دشواری‌هایی که داشتیم به تصادف یک بار به ناحیه امون نمیآیند رفیقان. مادام که آنها می آمده باشند، معلوم که برای نمایش دادن به اینجا میآیند. هر یکی آنها باید در نظارت ما باشند. ببخشید رئیس، شما را میپرسند. سعید تو در کجا بودی؟ من خواطر شدم. من خوبم مکه طاهر، شما خواطر نشوید. از شما یک خواهش دارم. گپ زن. یک دختر است، چتین آیده‌اش را کشته است، مثل من. بیچاره هیچ کس ندارد که نزدیکانش را گروند. آنها را همچون به صاحب گروندنی‌اند. اما شما کمک کنید گفتم. میخوام آنها را در نزد خانواده هم گرونیم. میشود سید، انشالله میشود. گذر میرویم. مانده نباشید. خوش آمدید محترم رئیس. گوش میکنم شما را. از شما یک خواهش دارم. در دهه یک زن و یک مرد کشته شده بودند. اویلی لیلا چه خیر. میخوام با کمک اجتماعی این جسدها را به جای گفته ای سعید گرونید، اما با خاموشی. هیچ کس خبردار نشود، وگرنه خودت میدونی. البته محترم رئیس، شما خواطر نباشید. سعید، من به مجلس برمیگردم. آقای الفت همه کارو میکند. خدا از شما راضی باشد. میلش. تو در بیرون انتظار شو برادر. کمتر کار دارم. خوب شده است. گپ زن. در بیمارخانه دو جسد مانده است. لیلا گفتنی دختر رو پدر و مادرش بوده است. آن دختری که در دستمون بود همان؟ فهمم. تشکر. الو جناب. این خانه ها را دیده تماما باورت نمی آید. برای چی؟ تماما عجایبند. همین خیلی نه؟ احوالت چی خیلی شد بچه؟ مادرت برای من دو دانه تخم را ضیافت میکرده باشد یا نه؟ چی کار میکنی قربون؟ تا خانه نرسیده این تخم ها را میشکنی. سخت ترساندی. نه نترس، چیز نمیشود. تو فقط وعده ده بس. آن طرفش کاری من. عذر زیاد. در بین این خارجی ها هیچ وعده داده نمیتوانم. پیش از توی دایره زدن لازم نیست. ایستا به این طرف رو. من همینجا ایستا. زود باش، زودتر. تو دری پس رو نظارت کن. در رو کشو. همه به بیرون برایت. تفتیشات میگذارانیم. زودتر باشید. زودتر. آرام شد. زود باشید. زودتر باش میگوید. زودتر. به این طرف. آره زودتر همه میفرایند. زودتر گذر، به این طرف گذر. همه به این طرف گذرند. زود باش، زودتر.
فرا چی نگاه میکنی؟ فرا گذره به اینجا. فرا زودتر باشه. زود همتون جمدان هایتان را کشاید. تفتیشات میگذرانیم. زودتر باشه. زودتر باشه. چرا ایستاده ای؟ زودتر کشا. این خودش چی گپ است؟ آرام باش. با من ده. تو چی کار میکنی؟ آرام باش. این کاری کردهتون خوب نیست. از بالای شما با پارلمان اروپا شکایت میکنم. با این کاری کردهتون جواب خواهید گفت. ایستا آرام باش. چی خیلی آرام شود؟ جامدان هایتان را کشاید. جامدان هایتان را کشاید سگانی تروریست. کشا جامدانت را. کشا گفتم. ایستا جوره عیب است. اینجا لباسای زنانه است آخه. لباسای زنانه؟ کنی بینم چه خیل بوده است. در درونش چیست؟ هیچ چیز نیست. چیست گفتم در درونش؟ یک تا چیزوت است. برای دهامون آوردم. چی میگویید؟ ترکی گبزن. تخم است. انا بینید. با من بیده. تو چی کار کردی؟ ریسک کودکم رو پامال کردی. عیب نیست مگر کاری کرده. تو از خدا من نترسی مگر. عیب است این کار. عیب است. از من این زنی تنها چی میخواهی تو؟ چی میخواهی؟ همه اتون سگانی تروریستان است. آتش کشاید. پروانه زودتر. زودتر. آه ظالمانی بیرم. خون خود رو با همین طریق برده. خدا جزایتان رو دهد. خدا با دادمان بیرد. خدا جزایتان رو دهد. خدا با دادمان بیرد. چی خیلت شما؟ یگان نفر اردار نشده است؟ عذر کمی دیر نمودیم. آنها بار دیگر بر نمیگردند. اکنون به اتوبوس شینید تا مکانتان شما را برده میرسانم. زود اشیاءتان را جمع گیر کنید.
عکس گیرید. گرفتن گیرید. بله انا میخیل گیرید. عکس گیرید. خودتون با چشمانتون دیدید کی به شما حمله کرد. گردی ما مبارزه بر ضد خائنان است. ثبت کنید. در همه جا نشان دهید. کار تمام. از عهده‌اش برآمدیم. در وقت دشواری با مسافران بودم. الو بوتان اکنون مرا خوب گوش کن. باز یک کاری دیگر پیدا شد. آن را حل کردن لازم. چی خیل تو؟ خوب نه نمایی. چی شد؟ تا کی باز در اینجا میمونم؟ پدر و مادرم رو از دست دادم. خودم باشم در این احوالم. تو را جواب ندهند. جسدهایشان را به خاک میسپاریم. چه خیل به خاک میسپارید؟ چی کار میکنید؟ به یگان مراسم آنها رو میگرونید؟ این چی بلا بود که آنها به سرمان آوردند؟ چی خاموشی؟ من این کار رو این خیل نمیگذارم. آنها به این کارشان جواب میدهند. آدمانی بیگناه رو کشتند. من به آنها نشان میدهم. قصاصم رو میگیرم. حالایی است. همه مثل تو فکر میکند. همه اونها در مرکز تعلیمی جمع شدند. مادام که قانونهای دولت به ما موافق نمی آید، ما خودمون باید برایمان قانون تعیین کنیم. همین خیلی بگر؟ بله، اما قانونهای ما خیلی خطرناک می شود. ایستا ایستا. لیلا؟ لیلا در کجایی؟ کجایی تو؟ لیلا چقیر در دویم اتاق میخوابید. حالا در کجاست؟ جواب شد. فهمو یگان سراغ دارد؟ متاسفانه سراغش نوشته نشده است. در مرکز تعلیمی کار میکردم. در مرکز تعلیمی؟ مرکز تعلیمی؟ میبینی آنها را؟ چی کار کردن رو میدانم. برای کار به تو. دوستانی عزیز، پدر و مادر من انسان‌های بیگناه بودند. از هیچ چیز خبر نداشتند. ناگهان آمده هر دویشون رو در نزد در به قتل رساندند. ایستید، خاموش. ما باید دیگر صبر نکنیم. طاقتمان تاق شد. امروز باید از آنها قصاص گیریم. این قاتل ها به کاری کردهشون جواب میدهند.
اکنون به نزد بیمارخانه می رویم. آنجا جمع شویم. طبق نوشتجات اینجا عمل میکنیم. خوب خونید. بیاید میرویم. به نزد بیمارخانه میرویم. رفتیم میرویم. همدردیم را قبول کن لیلا. کودکان را برای جمع آمد آوردم. رفتن آنها را آماده ساز. باتن سردار، کودکان را به این کار داخل نکنی. کاری خوب نمی شود. مادرانشون غم میخورند. یگان ناخوشی شدنش ممکن. تو چی ها میگویی لیلا؟ تو در این کار آدمی نوی. به ما راه نشان میدهی. کودکان هم باید اشتراک کنند. در آن جمع آمد فرق ندارد. پیر و جوان، کودک همه باید جمع شوند. کاری اساسی را آنها میکنند. تو مرا فهمیدی. اکنون رو از پسی کارت شو. رو. لیلا رفته بینیم کیست و چی میخواهد. لیلا تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو را در بیمارخانه پیدا نکردم. رو از اینجا. من برای آن آمدم که نزدیکانت را در نزد مادرم گروندنیم. اما میخواهم که خودت آنها را گرونی. تا تو را دیدن من هم روزی بد داشتم. وقتی تو را دیدم نفسی آزاد کشیدم. تو با من هم درد هستی. برای همین یک جا شدیم. به صاحب ماندیم. فقط همین را دان که از دستم آمده را برایت میکنم. تو را تنها نمیگذارم. تو چی ها میگویی؟ چی را برایم میکنی؟ با من بیا. از اینجا گریخته رویم. به استانبول رویم. من تو را آنجا نگاه بین میکنم. با امر خدا خانه دار میشویم. تو چی ها میگویی؟ تو کی هستی که این سخنها را به من میگویی؟ برای کمک رساندنت صاحبم شدی. از من دور باش. دیگر از پیشم نبرو. لیلا ایستا. من فکر کردم که دیگر هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. از پی کارت شو. دیلا که میایسته راه گرد. من خدا تو را دریاب نمیکنم. قیزبان تو مرا همینجا انتظار شد. من حاضر میایم. مایلش. خاله شما داروهای ما را آوردید؟ داروهایت آماده است. تو پول را بیار. پول گفتید؟ دیرتر دهم نمیشود. سردی را بیار، داروها را گیر. آخر من اینقدر پول را از کجا میابم؟ پول مهم نیست. فقط زودتر پسرم رو پیدا کنید. شما خواطر نشوید. اول عکسش رو برآورده در تمام گوشه ناحیه میآویزونیم. من هم میآویزم. فقط زودتر پسرم رو یابم. عکسش در دستتون هست؟ بله هست. مرحمت گیرید. پولش را سپارید و خودتون را در قید گذارید. تشکر زیاد. معلوم که پسرت رو میجویی، لیکن نمیابی. بچه عجیب. مگر من خوشبخت شده میتوانم؟ اپای لیلو، طرز نواختن اینها رو با ما میاموزانه؟ نه. حاضر وقتی درس دادن نیست بچه ها. حاضر وقتی انقلاب است. امروز با دشمنانمون میجنگیم. یعنی با ماشین های پلیس ها سنگ میپرتوید. اپای لیلو، پلیس ها شخصانی باورناک هستند. مگر با آنها سنگ میپرتویند؟ شما تنها از دوری سنگ میپرتوید. با پلیس ها نزدیک نشوید. میلش با دقت باشید. باز پول میدید؟ لیلا، توی دخترم؟ منم. گپ زنید. من یک بیوه زنم. این نبیره من است. گفتند که امروز جمع آمده داشته اید. من هم با شما میروم. با خواست خدا از این ظالمان قصاص میگیرم. اگر از دستم یگان کار آید من هم با شما میروم. ها البته خاله. خیلی خوب میشود. خرسند میشویم اگر شما بر این زنها با ما بیایند.
با خدا از تنهایی دیگر چیکار کنم؟ میخواهم جزای این ظالمان رو دهم، گرچنده بێوزن هم باشم. خاله این چی گپ؟ شما پیش همه میروید، کاری میکنیم که خلق رو از زیر ظلم این خوین ها رها میسازیم. چی مناسبته که با شما کردن جواب میدهند؟ با خدا چنان گپ میزنم که سرداران حیران میمونند. لیکن نبیرم رو چیکار کنم؟ نامی تو چی؟ ابراهیم. او را به صفی کودکانی دیگر داخل میکنیم. خاطر نشوید، او را به عهده من گذارید. پسرم در دست قرمزی است، این کار هم از دستش می آید. از دستمون آمده رو برای پسرتون میکنیم رئیس، اما این کار آسان نیست. روز تا روز وضعیت دشوار شده ایستاده است. میدونم آقای حیدر، اما دیگر علاج ندارم. من از پساتون هر کاری کرده اتون رو نظارت میبرم. فقط همین که پسرم رو پیدا کنید. آقای رئیس در نزد بیمارخانه مردم جمع شدند. برای گرفتن جسدها یک گروه شورش برداشتند. این چی خیل می شود؟ جنازه ها رو تسلیم نمودیم. رئیس مقصد اساسی رو نمیدونم، اما جسد یک زن و یک مرد آنجا مانده بوده است. آقای الفت، من به شما گفته بودم با خاموشی کار حل کنید، مگر همین بود خاموشیتون؟ ما وقتی که اونجا رفتیم دختری برای گرفتن جسدها درخواست نموده است. دسته تروریستان پیش از ما آمده بودند. من نمیدونم کی رو باور کنم. آقا حیدر، با دسته مخصوص به جای لازم حاضر شوید. اجازه ای به بیمارخانه داخل شدن را ندید. نگذارید که کسی جسدها را برآورد. اطاعت محترم رئیس. آیدین مسئله، میخوام هر چیزی در آن خواهین را پیدا کنید. مرا فهمیدید؟ алло четин гапзан улфат оидин ҷамъ омад полис мудохила намекунад, аммо раис оиди ҷамъ омад дастур додааст. дар охир боз кори худашро мекунад, аммо коре карда бояд гапи худамонро гузаронед. касе ки полисҳоро зиёд санг занад, шаб аз ҳама пули зиёд мегирад. акнун аз паси кор. оҳиста, боз намери? کسی که قهرمان شدن میخواهد با اینها رویش را محکم کند. از همین کوچه آغاز میکنیم بچه ها. از پسی پلیس ها در سری همین کوچه میشوند. مایلا شپای لیلو، ما آماده ایم اپای لیلو. آفرین، بیاید میرویم. اپای لیلو، اگر من سنگ زیاد پرتایم پولی بسیار میگیرم. پول رو چی کار میکنی؟ پدرم بیمار است، کار کردن نمیتواند. اون دفعه با کودکان ملتبه پول زیاد دادم. اگر به منم دید به پدرم دارو میخرم. مایلش، کنی به جای خود گذارید. رفتیم، میرویم همه کسا. لیلا مرا گوش کن. نمیبینی کار دارم. چی کار داری؟ از نظرم گم شو. چی کار داری به من؟ تو چی کار میکنی؟ گبزن به کجا میروی؟ انتقامی آیلم رو میگیرم. قربانش شوم، مرا گوش کن. زنده باد خائن‌ها! خائن‌ها! کمی معلومات میداده. زنده باد تشکیلات.
آرام شوید. التجا میکنم آرام شوید. خواهش میکنم آرام شوید. التجا میکنم آرام شوید. برای چی خلق اشکنجه بدیه؟ ما هیچ کس رو شکنجه دادنی نیستیم. همه این گفته است. گناهکاری اساسی اینجا دیگر کس است. مرحمت کرده اجازت احتمال بزن. چرا اینقدر مناسبتی بد میکنه؟ خواهش میکنیم اجازت برای چی خواهش میکنم بابا فرمایید. محترم رئیس بابا مادری قهرمان این کاری کرده اتون زبانده است مگر؟ نوبتی تو کلا با شما چی شد؟ ایستد میگویم ایستد ایستد خواهش میکنم این کارو نکنید ایستد میگویم نکنید این کارو بچه ها سال نپرتایید
کودکان را دارید. زنده‌باد تشکیلات نایسا زنده‌باد تشکیلات بچه ها سنگ نپرتایید میگویم. بچه ها این کار را نکنید. تشکیلات زنده‌باد زنده‌باد ایستید 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 میگویم ایستید. تو در اینجا چی کار میکنی؟ من ضد تروریستان مبارزه میبرم. تو صد راهی من شده نمیتوانی. قدر خودت را دان رئیس. به هر کار خطی نشو. اینجا در زیر نظارت من است. اگر خودی حاضر اینجا را ترک نکنی چی کار میکنی ها؟ تو را به حبس میپرتایم. زنده‌باد تشکیلات به انصافا به انصافا زنده‌باد تشکیلات زنده‌باد تشکیلات زنده‌باد تشکیلات زنده‌باد تشکیلات. آرام شوید. ایستید. خواهش میکنم. آرام شوید. ایستید. زنده‌باد ایستید. زنده‌باد تشکیلات بس کنید. خواهش میکنم بس کنید. لیلا با من بیا. تو دیوانه شده ای مگر؟ کمی مونده بود که تو رو کشند. اگر میمردم غمگین میشدی. من فهمیدم که تو مرا دوست میداری. اکنون من دوست داریم را با تو اثبات میکنم. نشد. باز رئیس همه کار را برباد داد. باید به این کارها عادت کنی. فراموش نکن تا وقتی که او زنده است کاری ما برار نمیگیرد. اما اگر او زیرک باشد من از او زیرکترم. اگر پلیس کودکان را دستگیر کند بعد یک هفته مرده کودکان را پیدا کنند بعد میدانی چی میشود؟ خیلی کاری خوب میشود. کاری خوب نکردیم. برای سنگ پرتفتیم. آخر ما نفهمیدیم. اگر پولمون رو ندیان چیکار میکنیم؟ با فکرم نمیدیهم. نه نمیدیهم. کم ماشین میآید. به این طرف بیا. درو سوگم نزن. این چه گپ است؟ کجا میبرید کودکان را؟ به این طرف با کجا میبرید؟ به این طرف گذار. دارید باید را نکنیزد. یکون کار نمیکنیزد. پلیس ها کودک ها را به کجا میبرده باشند؟ به همه جا چسبون کزبون. به این طرف هم چسبون. عجب پول میداده باشد. دیلا گبزم کزبون. من چی هیچ چیز نه. کزبون با من چیزی گفتن میخواستی؟ ببخش با دردی خودم آواره شده. نه هیچ چیز نه. دردی تو را فکر نکرده دردی خود را گفتنی بودم. اپدیلو چی شد الدو؟ از ابراهیم یگان خبر است؟ نه از کجا؟
آقای رئیس یارادار شد به سرش تن پرداختن او را به بیمارخانه بردن. چی ها میگوی البا؟ اون خدم جراحاتش راضی نیست. اپای دیلو ایستید آخه ایستید. من چیکار کنم؟ ایستید اپای دیلو من با شما. الدوی گرنگ تو چی افتوندی؟ تو از من پول پنهان میکنی؟ حالا من به تو نشون میدم. پول را پیدا کردم. خوله پسرتون رو پلیس دستگیر کرده اونها رو میکشند. آی تو چی ها میگویی؟ پسرم پسر جانکم پسرکم. ای خدا من چیکار میکنم اکنون؟ زود باش لیلا میرویم زودتر باش. این کی باشد باز درم رو میکوبد؟ این توی لیلو بخیر است؟ نبیره من تو حال نامده است. خودت میدونی کدام وقت میآید. از صبح تا حاضر هیچ چیز نخورده است. شاید گرسنه باشد. خاله ابراهیم نیست. تو چی ها میگویی لیلو؟ چی خیل نیست؟ در کجاست؟ ابراهیم رو با کودکانی دیگر پلیس ها بردن. حالا باشد میگویند که نگرفته ایم. خدا میدوند که آنها رو کجا بردند. من نمیدونم چی کار کنم. میگویند که همه کودکان رو بزن لیلا. چی میگویند؟ شاید کشته باشند. تو چی ها میگویی لیلا؟ اون یگانه جگربندی من است. ابراهیم بچه جانم در کجایی؟ ابراهیم خاله من هم با شما میروم. خواهین ها رزیلان. چی شد؟ به اینجا میوید. والدان کودکان حاضر مثل سگی گیرنده هستند. با من خوب گوش کنید. سخنهای گوید که خلق یک بار دیوانه شود. مرا فهمیدید؟ خوب شد است کماندان. رئیس رو محافظت کنید. زودتر بگیرم. خواهی زنده با تسکینات. خواهی زنده با تسکینات. آتش نکشاید. زود به رئیس خبر دهید. زودتر. خواهی شفا یابد آقای طاهر. تشکر. شفا یابد آقای طاهر. تشکری زیاد. از شما معلومات گرفتن میخواهم. راضی هستید؟ البته.
یک دقیقه عذر. الو شما چی میگویید؟ میلش حاضر میایم. میلش خوب تمام. آقای طاهر، شما باید یک مدت زیر نظارت ما بمانید. به یگان جا نروید. ایستاده نمیتوانم دکتر. کودکان را دزدیدند. خلق در نزد امنیت جمع آمدند. باوریم نمیاد میگویند کودکان را دزدیدند. خوب هستی؟ من نو خبردار شدم. خوبم دیلا، خوبم. اما خلق در نزد امنیت جمع شده است. در حال با آنجا رفتن لازم. خانم دیلو، دردتون رو میدونم، اما با کار ناومدنتون رو حقلا خبر میدادید. ببخشید، اجازت گرفتنی بودم، اما خودتون میدونید که پسرم رو. میدونم، اما اینجور به شما احتیاج دارن. شما حقید، اما حقلا همین روز اجازتم میدادید. مایلش. از سهر باز چیزی نخوردم. لیلا، برای چی گریه میکنی؟ تو از من چی میخواهی؟ برای چی گریه میکنی؟ گپ زن، چی شد؟ پلیس ها کودکان رو دستگیر کردن. من گناهکار اصلیم. اگر به سرشون یگان بلا آید من خودم رو نمیبخشم. تو این کارو کردی؟ چی خیل؟ پلیس ها آنها رو یا میکشن یا اینکه حبس میکنن. تو چی ها میگویی لیلا؟ چرا دروغ میگفته است؟ اگر پلیس ها گویند که در دستی ما نیست تو غمگین نشو، آنها رو پیدا میکنن. پلیس ها با آدمانی چتمین را بردن. آنها دیگر بر نمیگردانند. همش عیبی من است. بیا، من گناهکارم. حاضر تو به خونه رو. من رفته کودکان رو پیدا کرده، به نزد تو میارم. به تو قول میدیم آنها رو به نظر میارم. ایستو، به کجا میروی؟ تو مگر دیوانه شده ای؟ این کاری کرده اتان گناه. شما از کودکانی بیگناه چی میکنید؟ خدا جزایتان را میدهد. میفهمید جزایتان را میدهد. ابراهیم کجایی؟ پسرم کجایی؟ ابراهیم پسرم را میخواهم. او را رها کنید. کودکان را رها کنید.
چی نپس؟ چی نپس اینجا؟ پسرم رو میخواهم او رو رها کنید پسرم رو میخواهم او رو رها کنید مرا گوش کنید گوش کنید آرام شوید آرام گوش کنید میدانم که شما خشمگین هستید اما کودکانتان اینجا نیستند آنها را پلیس نگرفته است دروغ میگوید کودکان رو شما دزدیدید آنها رو رها کنید آنها رو رها کنید تو کی هستی؟ رویت را کشاده گپ زن ما راستش را میگوییم کودکان اینجا نیستند اگر باور نکنی بیا اگر باور نکنی بدرون در آمده بین ندیرم رو به من دید به خدا اگر ندید همتون رو میکشم این چی بیعدالتی است قربانت شوم پسرم رو برگردون من آنها رو پیدا میکنم خاله شما خواطر نشوید با خواست خدا انشالله پسرتان را پیدا میکنیم رئیس با شما 2 ساعت مهلت اگر کودکان رو نهارید اینجا رو آتش بزنید ما رو فهمیدید آتش بزنید کودکان رو با ما برگردونید 2 ساعت وقت میتیم اونها رو رها کنید با شما قول میدهم که کودکانتان را در دوام 2 ساعت با شما برمیگردانم با شما 2 ساعت مهلت 2 ساعت این رو بسیار داشته آنا در اونجاست این گمسودار چی رو نگاه میکند خبر رو گوش کنید والدان کودکان گم شده در نزد امنیت جمع شده به رئیس ناحیه درد خود را بیان نمودند به قول داده رئیس ناحیه در دوام 2 ساعت باید آنها را پیدا کند اما والدان تهدید میکنند که اگر کودکانشان را در 2 ساعت وقت پیدا نکنند وضعیت را متشنج میکنند اکنون نواری که در جای لازم ثبت شده است به شما نشان میدهیم خلق در جنبش است وقتی که مرده کودکان را به میدان میبرارند حال طاهر خیلی بد میشود دیگر هیچ کس آنها رو نمیگرداند میبینم که وقتت خوش است ما از یک قومیم خانم ایسون هیچ کس صدی راهی ما شده نمیتواند اما وقتمان خوش است دلو از پس پسری گم شده اش است امروز او را در اساسیاسیون گم شدگان دیدم به همه طرف اعلان پسری گم شده اش را آویزان داشت خیلی خوب حالا خیلی جستجو میکنم خیلی او رو یاد میکند من نسبتی او خیلی فکرهای خوب دارم او رو به حال گرفتار میکنم که بیچاره پسرم هیچ وقت برداشت کرده نمیتواند هیچ وقت در دوام 2 ساعت کودکان رو پیدا کرده میتوانیم مجبوریم که پیدا کنیم برای چی ابراهیم رو پیدا نمی‌کنی؟ مادامی که اینقدر آسان است پیدا کردن برای چی او رو در دوام 2 ساعت پیدا نمی‌کنی؟ دیلو التجا میکنم میخوام قبل رسم 15 کودک عین حال گم شده است وضعیت خیلی بد است اگر آن کودکان را پیدا نکنیم اینجا به جهنم مبدل میگردد فکر میکنم که گناهکاری همه این کار دولت است برادر را فروخته ایستاده است
ابراهیم خوب است. هیچ نباشد کجا بودنش را میدانیم. کجا بودنش را دانی؟ چرا او را نمیخوری؟ کودکان گم شده را چیتین و آدمانش را بوده است. کودکان دزدیده را با جایی که ابراهیم است به همان جا بردند. اگر کودکان را پیدا کنیم پسر همان را هم پیدا میکنیم. مانده شدم از انتظاری. رفته او را بیار. این آدم رو فرزندی خودش گم شده است، اما از پس درد دیگران آواره است. باز با او عاشق نشوی. با خود بیا. تو رو برای چی اینجا آوردن فراموش نکن. وظیفه ما این حکومت رو به خلق ضد نموده، معلومات زیاد جمع نمودن به خارج نشان دادن است. آن وقت میبینی که یگان ذره قدر حکومت به خلق نمیماند. اینها باید مرند یا اینکه نیست شوند و هیچ کس خبردار نشود. الدو دیلو را به خانه برده رسون. خوب شده است رئیس. با خیزبان گپ زن که او را تنها نگذار. مایلش خواطر نشوید. دیگر قوتم نمانده است. او رو خیلی یاد کردم. پسرم آن رو برگردم. انشالله دیلا، انشالله. دعا کن. دسته تعیینات تمام ناحیه را جستجو دارند. حتی مکان چیتین را معین نمودند. دسته تعیینات را آماده ساز. بعد از چیتین میرویم. بیایید زودتر. زود باشید، زود باشید. به انصاف بچه جون گوش بک. تو هیچ چیز نخورده ای. نمیخورم. من تو رو نمیخواهم. من تو رو نمیخواهم. رو از اینجا. نخوری مایلش. مرا مربی نبرد نمودی بالای همه این باز میخندی ها؟ را مثل که من میخواهم همون خیلی تربیه میکنی. برای همین چیزی که از دست میاد براش بکن. حالا گوی که کارم دشوار است. خیلی یکرم است. من باید کاری کنم. در همه جا آدم است. خدایا با من کمک کن. صدی را هم نشو. من به نزد چیتین آمدم. سردار، کودکان را آوردم. آنها را حاضر میکشیم. چی؟ کودکان را به همین جا آوردی؟ تو دیوانه شدی چیتین؟ اما سردار، جای ما. تو چقدر در خطر بودنمون رو نمیدونی؟ اجرم چه ایستاده همشون رو کشید. در نزدیکی در آمدی ناحیه مرده همشون رو پرتاید. با خطاگی راه نگیرد. راهی قوی بین الخلقی به همین عملیاتمون رمان کرده شده است. فهمیدی؟ جناب رئیس طاهر آمده است. با جناب چیتین با خدا میخواهد. دیدی کاری کردت را.
میدانم رئیس را چه جواب دهم. شما خاطر نشوید. پدر جان، پدر جان، پدر جان، پدر جان. بخیر است آقای رئیس. سبب زیارتت چی است؟ همه‌شان همین جویند. از پس کار حاضر وقتی عمل کردن است. میدانم که کودکان در همین جویند. ما را مجبور نساز. کودکان را به ما ده. گوش کن دکتر. بخشش رئیس. همه کار با امر تو نمی شود. مبادله با ترور کاری من است. تو رفته در کرسی خودت چین. اگر نفهمیده باشی خوبتر میفهمم. بین من و تو انا این خط است. تو از آن طرف، من از این طرف. اگر این خط را زیر کنی من حق دارم تو را پرانم. چه خیلی که دیدی یگون خط نماند. من یک آدمی قانونی ام. با رئیسی همین منطقه ام. حاضر همه اینجا رو جستجو میکنیم. تو این حق را نداری. دیدی بابا پول ندادن، ما را فریب کردن. تو دهانه ایش خیلی بود. اینا ما را مکشن. من موردن نمیخوام. من از بیبی هم میخوام. از دادستان ورقه حق جستجو کردن رو دارم. من به نزد مادرم رفتن میخواهم. من هم. ما را فریب دادم. همتون از دست بیایید. زودتر گریزه. زود باش. گریخته. زودتر. این ورق برای به اینجا در آمدن حجت نمی شود. خودت میدونی. خدایا با ما کمک کن. از سری هم دور شد. کاری خوب نمی کنی. اگر یک حرکتی ناجا کنید همه‌تان رو میکشم و هیچ کس سعی راهی من شدن نمیتواند.
با سردارت قرمزی روزی به همه این کارهایتان جواب خواهید داد. از نظارت ما دور شدن نمیتوانید. در بنگاهمان یک کمبودی رخ داد. این دفعه برای قهرمانی تشکیلات یک فرصتی شد. کودکان به مرکز می روند. با آنها واخورده به عائله هایشان برگردان. به عائله هایشان گوی که تشکیلات همه وقت طرفدار شماست. با خونم میبری. صبر کو کم ماند. خدایا ما رو مداده باشن. بس کو پول گفته بزار کردی. بچه ها یک طرف ایستید، یک طرف بچه ها. نترسید، برای کمک کردن آمدم. گذارید ببین خانه بودن بازی. چی گپ؟ برای چی اینجا جمع شدید؟ یا اینکه کودکان را تشکیلات کودکان را از جای پنهان کرده پلیس ها می آورند. خبر آمد همشون خوب هستند. خواطر نشه. این کاری سعید باشد. اگر او کرده باشد خندش رو زند. خاله فاطمه در کجاست؟ پسرم ابراهیم. خاله کودکان را پیدا کردن. ابراهیم را چی؟ همه‌شان را پیدا کردن. خدا را شکر. کودکان رو پیدا کردم. خیلی خوب. ناز؟ مبارک شود. ناز باشد؟ نه ناز نیست. ناز باشد. ناز. الدو؟ بخیر است ناز. تو در اینجا چیکار میکنی؟ به اینجا کوچیدم. کی؟ برای چی؟ شوهرم مرد الدو. تنها ماندم. دیگر در اون دهه نایستادیم. همراهی مادرم به اینجا کوچیدیم. همدردیم رو قبول کن. تو همون خیل که بودی همون خیل ماندی. تشکر. ما هم همینجا زندگی میکنیم. من حاضر رفتم به رئیس خبر میدیم. بعد اومدم تو رو میبرم مایلش. تو همینجا من رو انتظار شم. با یگانجا نرم مایلش. ناز همینجا بوده است. چی شد طاهر؟ کودکان رو پیدا کردید؟ از ابراهیم یگان خبر هست؟ نه دیلا، متاسفانه گفتگو دوام دارد. انشاءالله پیدا میشه. اکی دکتر آقای رئیس، تشکیلات تمام کودکان رو نجات داده است. چی؟ حاضر در کجایند؟ در نزد مرکز تعلیمات دولتی. در آنجا خلق جمع آمده است. همه کودکانشون رو انتظارند. همه کودکان یافت شدن الدو؟ بله تمام کودکان رو. میگویند که یکیشون یاره‌دار شده است.
شاید ابراهیم باشد. دیلا ایستا دیلا با کجا میروی؟ مرا سردهی طاهر ابراهیم را پیدا کردن. شاید یارادار ابراهیم باشد. دیلا ایستا گفتم. ای پولها در کجاست؟ اسکر پولها در کجاست؟ پولها یا یکی در کجای افتاده پولها آقا رئیس که دکتر پولها ابراهیم پسرم با تو چی شد پسرم؟ با تو این کارو کی کرد پسرم؟ لیلا کودکان را تو نجا دادی؟ چی؟ وای من این بچه خیلی زیرک است ماتنج این بچه به ما لازم میشه اینقدر آدمی کاشایم نیست یگانه دردش لیلا است برای دل لیلا رو یافتن این کارو کرده باشد خیلی کاری دیگر رو میکنه مثلا با یکم بینا در اومده خودش رو ترک کنده میکنه ابراهیم پسرکم ابراهیم من آن را گرفتنی بودم اما پایش پیچیده افتی نمیت پسرم را دیدی گپ زن دیدی پسرم را چخیل بود خوب بود گپ زن خوب بود پسرم دیلا خواهش میکنم آرام شد دیلا وقتی که من تو رو دیدم چشمان رو سرم برمد گفتم این ناز باشد نباشد مزغربم بمرم استنابینم یا ده شما در این دنیا بودن معنی ندارد کاش که من هم همان روز با شما می شدم اما حاضر کسی پیدا شده است که مثل من تنها است گویا که پس از دیدن آنها حیاتم را از نو آغاز کردم پدر و مادر او هم در همین جا گراندند در نزد شما خوابیدند آنها را هم چتین خائن کشته است خسته همه شما را میگیرم آن افلاس را کشتنی شدم اما نتوانستم با لیلا شناس شدم از برای همین نتوانستم کاش که لیلا را در بودن شما همچون عروسم به خانه می آوردم دستانتان را بوسه می کرد من خوبم شکر که لیلا با من است طاهر لیلا چه خیل است؟ انشالله که خوب است آقای رئیس
چی خیلی گویم؟ گپ زن الله. با فلاکت آموخته شده ایم. کمک پولی ها رو در کجای افتونده هم نمیدونم کجا شدن. در کیسه هم بودن. وقتی که دیدم پول مول نیست. تمام. چی خیلی افتونده؟ اون پول ها کمک پولی بود؟ بله. یا اینکه تو؟ من؟ تو خوب را بفین خوب را. کیزبان. وقتی که آن پول ها رو یافتم فکر کردم که تو اونها رو برای کودک دور شدن اما جمع کرده ای. چی خیل کودک؟ چی خیل کودک کیزبان؟ هیچ کم نه. بمانده پول ها رو. تو کاری خوب کردی که اونها رو پیدا کردی. بمانده. من آن پول ها رو رفتم دارو خریدم برای کودک آخر. خواستم کودک دور شویم. چی خیل دارو؟ یعنی گفتم ما هم کودک دور شویم. انا بینید چی؟ با خدا خیلی داروهای خوب است. از خودی سوری آورده شده است. کیزبانمه تو چی کار کردی؟ چی کاری کردت بود؟ این چه احمقی بود؟ گپ زن آخی. چی شد آقای طاهر؟ برای چی میخندید؟ اینها ویتامین ها کیزبان. ویتامین؟ تو را فریب کردم. اکنون با حضور ویتامین های تو خوردنگی. با من چیز شده ایستاده است. چی شده تو؟ کیزبان لیلا عصبی میشوی اما من به هر حال میگویم اگر خواهی گوش کن سعید آدمی خوب و جسوری از من بر این دختر همسری خوب نمیبروید برای خودت رو مرا فراموش کن به سرت بلا میارم میدونم برای چی خیلی میگویی ما از این جای میرویم یک حیاتی نو آغاز میکنیم تو فکر میکنی من تو را گرسنه نمیگذارم از دستم تمام کار میآید کار میکنم همش خوب میشود نه سعید از من امید نکن من کسی دیگر رو دوست میدارم این خیلی نگوی چرا امید نکنم اگر مرا دوست نداری این گپی دیگر هیچ کس را مجبور کرده نمیشود یعنی مرا دوست نمیداری همین خیلی از برای سبب من خودت را در بلا میبرم نه تو رو دوست نمیدارم چی گویم نمیدونم حقت رو حلال کن دیگر مرا در این جای ها نمیبینی Karlı dağlar yıkılas karlı dağlar kar ile yeter ağlattın beni دیده ترسیدم من تو رو ترسوندنی نبودم ببخش اما احتیاط شدن لازم چی شد؟ دو مسئله است یکمش رای خلق رو بستن در کن آن روزنامه‌نگارانی که در این جایند باید همشان رو به نوار بگیرند از دهها آدمان میآیند آنها رو با ثروتمندان شناس میکنی به نزد آنها رفته بستن دکانهاش رو میفهمونی بعد گشته به دهشون برمیگردند مسئله دومش چیست؟ سعید این بچه برای ما لازم است برای چی او به شما لازم است؟ آن بچه به تو عاشق شده است هیچ جای عیب نیست این بار اول نیست پیش چند نفر دیگر رو به خود عاشق کرده بودی این مراتبه زحمت نمیکشی این بچه به این هم به تو نزدیک شده است برای تو شده همه کارو میکند البته اگر تو خواهی نه سعید نمیشود
او رو آلوده نمیکنیم. وای وای، با تو چی شده است؟ کی میداند تو چی مقصد داری؟ وای وای، خاصی تشکیلات به تو اهمیتی ندارد ها؟ یا اینکه با این بچه یگان علاقه داری؟ گوش کن، اگر از برای این بچه به ما خیانت کنی؟ نه، این خیلی نیست. باور کنید تشکیلات چیزی که گوید همان می شود طبق گفته شما. الو، تمام. شخصی برای بمب براتر کندن پیدا شد. بخیر است سعید؟ چی کار میکنی؟ میروم متی. با کجا؟ از کجا دانم؟ به یگان طرف دور میروم. دیگر به اینجا بر نمیگردم. یک خطایی ما را با چی وضعیت آورده دیدید البته. من این کار را این خیل نمیگذارم. میدانم کسی خبرها را برده میرساند. این شخص کسی باشد از این روز پس میبینم. باور کنید من این کار را حتما میفهمم. کاری شده را دیدید. تا حال قاتل بودن ما را نشر میکنم. حالا هم فکرشان همین است. از فکر نگشتی؟ تا حال فکر داری که ما قاتلیم؟ شاید فکر را دیگر میکنی. مکار به خواستی خودمان شد. اگر عاجزی رئیس رو میدیدید به نزدیکی از این هم بدتر خواهد شد. حادثه های گذشته زود نشر شود و پاخستانمان را باید نشان دهیم. تمام جنوب و شرق را ضبط کردن لازم. پگاه دکان ها بسته می شوند. از همه حادثه هیجان بخش آغاز می شود. گپ زن. مایلش الفت بود. رئیس آگاه شده است که کسی از کارگرانشان با تشکیلات علاقه دارد. اکنون به ما خبر رسانیدنش دشوار می شود. همینش نمی رسید. این خوب نشد. خاطر نشوید. من از این دیده اطلاعاتی خوب می‌دهم. اگر پسرت را دیدن خواهی مرا خوب گوش کن. به مرکزی خرابازارها بیا. خودت تنها 1 ساعت. الو مرا خوب گوش کنید. هر نفرتون به نزد هر یکی آنها می روید. میگوید که اگر در دوام 2 ساعت دکانشان را محکم نکنند تشکیلات خودش اومده محکم میکند.
اگر کسی که سرکشی کند محکم نکند خودتون میدونید چیکار کنید. دکان‌هایشان رو آتش زده به خواب یکسان میکنید. هم از پسی کار. زود باشید باشید. مانده نباشید. خوب هستید؟ زنده باشید. من هم خوبم. سلام علیکم. زنده باشید. براری کن. براری کن. این همون دکتری ما هست؟ ای توبه کرده. ببخشید یک چیز رو پرسیدن میخواهم. من سعید رو دیدن میخواهم. همینجا باشد. سعید رفت. با اتوبوس سوار شده رفت. خدایا. از دستم تمام کار میکنم. کار میکنم همش خوب میشه. اگر میمردم غمگین میشدم. آفرین بکرین. از پسرم دیده با عقل‌تر بوده. شما پسرم در کجاست؟ ایست. اول دست خسارت رو نمیبوسی. پسرم در کجاست گفتم؟ سراز من نشو. خواطر هم نشو. تو را به نزدیک پسرت میبرم. اما اول یک شرط دارم. باید با تو گفتگو کنم. از این رو پس با من کار